سلام دوستای عزیز، خدا کنه خوب باشین. خوش آمدین به یکی از برنامه دیگه ما. در این برنامه ما برتان طرز تهیه نان جواری را آماده میکنیم. خدا کنه که خوشتان بیایه. خب مواد لازم ما 1.5 گیلاس آرد جواری، 1 گیلاس آرد سفید، 1 عدد تخم، 1 گیلاس روغن، 1.5 گیلاس بوره، 1.5 قاشق چایخوری نمک، 1 قاشق چایخوری هیل و 2 قاشق چایخوری پودر کیک و 1 گیلاس هم آب گرم. در این کاسه 1 عدد تخم مرغ مندازیم. بعداً بوره را مندازیم و خوب مکس میکنیم. روغن را هم بالاش اضافه میکنیم. یک گیلاس آب گرم مندازیم. خب در این کاسه آرد جواری را هیلک میکنیم. بعدن آرد سفید را هم هیلک میکنیم. نمک هم اضافه میکنیم. پودر کیک مندازیم و هیل مندازیم. بعداً مواد را که جور کرده بودیم بالای آرد اضافه میکنیم. حال خمیر را میمانیم به مدت 15 دقیقه که برسه. خب حال هم خمیر رسید. دست خود را با کم از روغن چرب میکنیم و خمیر را به 3 حصه تقسیم میکنیم. دست خود با کم از روغن چرب میکنیم بخاطر که خمیر در دست ما نچسبه و بعدا خمیر را هموار میکنیم. خب حال خمیر در داش میمانیم به درجه 190 و به مدت 15 دقیقه. دوستای عزیز، نان جواری هم آماده شد. خدا کنه که خوشتان آمده باشه. تشکر از اینکه ویدیوهای ما را میبینین. چینل ما را سابسکرایب کنین و ویدیوهای ما را لایک کنین.